در شهر وحدت دختر دوستاش را با بنزین آتش زد. دختری 21 ساله از شهر وحدت از حیثیت رشک به جسم دوستاش بنزین ریخته او را آتش زده است. این حادثه هنوز روز 28 اوگوست در ساحل دریای کافرنیهان رخ داده. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آخر هفته گذشته در این باره خبر داد. کارمندان میلیسیا جوانزن 21 ساله ساکن شهر وحدت را با گمان قصداً رساندن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کردند. او از حیثیت رشک معشوقش جوان 25 ساله ساکن همین شهر را با استفاده از مایع بنزین آتش زده است. درباره سبب‌هایی که به رشک دختر باعث گردیدند و دیگر جزئیات حادثه معلومات داده نشده است. گفته می شود جوان 25 ساله جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. ضمناً ذکر می گردد که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. این بود خبر امروزه. حتما لایک مونید و به کانال ابونه شوید. زنده باشید تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید. حبس ابدی یک مرد برای تجاوز به ناموس دخترانده و پسراندرش. دادگاه شهر دوشنبه شهروند ایسانو تورغونجان ژورایویچ را برای تجاوز به ناموس دختراندر و پسراندرش برای یک عمر از آزادی محروم کرد. حکم دادگاه را تا نامه دادگاه دوشنبه نشر کرده است و در آن گفته می شود که ایسانو با شهروند زرینه سوئیوا که بعد جدا شدن از همسر اولش در تربیت خود دو فرزند نابالغ داشته است. نکاح مسلمانی کرده زندگی یک جای داشته است. همچنین از این زندگی مشترک یک فرزند نیز داشته است. بنابر نوشت تارنامه دادگاه دوشنبه این نهاد معین کرده است که ایسانو از وضعیت نبودن همسرش در خانه استفاده کرده نسبت به فرزندان همسرش دختر و پسر نابالغ حرکت‌های بداخلاقانه جسمانی صادر نموده بارها به ناموسشان تجاوز کرده است. در نوشته تارنامه دادگاه آمده است که ایسانو نابالغان را تهدید کرده است که از این عمل کردارهای او به مادرشان شکایت نبرند. دادگاه بر اساس دلیل‌های آورده‌اش ایسانو تورغون را بر پایه ماده‌های 138 قسم 3 بند ا و 139 قسم 4 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته او را حبس یک عمر کرده است که جزا را در مؤسسه اصلاحی دارای نظامی مخصوص ادا می‌کند. این بود خبر امروزه. برادرها حتما در کانال ابونه شده در ویدیو لایک مونید. در کانال ما هر روز خبرهای نو می شود. زنده باشید تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.